درود بر شما کاک ابراهیم علیزاده گرامی. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. آقای علیزاده، جنگ 12 روزه با اعلام آتش بس اکنون به اینجا رسیده که عملیات جنگی متوقف شده. جریان‌های مختلف موضع‌های مختلف و گوناگونی داشتن، یعنی در میان هم راستا و هم جریان‌های چپ، میانه، ملیگرا، لیبرال. اینها برخی میگویند که عیار هر کسی معلوم میشه نسبت به این موضع‌گیری‌ها درباره این جنگ. موضع حزب کمونیست ایران و شاخه اون کمله چه بوده؟ بله، همونطور شما فرمودین لحظاتی هست در تاریخ، در زندگی جوامع مختلف که احزاب، اشخاص، جریانها اینا همه محک میخورند. یعنی شاید در شرایط عادی کاری رو که با ساعتها بحث و جدل و یا موشکافی در بین عبارات و کلمات و جملات و نوشته های این اون نمیشه پیدا کنی، ولی در این مقاطع که مقطع موضع‌گیری و به اصطلاح مقاطع حساسی هستن که باید درش موضع‌گیری شفافی ارائه بشه، اونجا این اختلافات و این تفاوت‌ها روشنی بیشتری بروز پیدا میکنن. اینجا هم همینطوره. من الان نمیخوام برم سراغ همه این مواضع و اینا رو ارزیابی کنم، شاید این مجال دیگه میطلبه، ولی تا اونجا که به خود ما مربوط میشه عناصری بود تو موضع ما که این عناصر مهم بود. مهمتر از همه مسئله مردم بود. ما هرچی نگاه میکردیم این جنگ هر کی شروع کرده باشه تقصیر این باشه یا تقصیر اون باشه، تا اونجا که به مردم ایران مربوط میشه جنگ مردم نیست، درد مردم چیزی دیگه ایه. مشکل مردم نبودن آزادی های ابتدایی، حقوق پایمال شدن حقوق اولیه‌شون، زندگی و معیشتشون، کارشون و این همه آسیب های اجتماعی که در این جامعه رواج داره. مسئله اینه، یعنی چه راه حلی برای جواب دادن به این مشکلات این مردم داریم. این در محور هر قضاوتیه. بنابراین جنگ مردم نیست. این یک عنصر. بعد خود جنگم سه طرف داشت در واقع. یه طرفش یک دولت جنایتکار، جنایت پیشه مثل اسرائیل که همین امروز روزنامه هآریس نوشته که ارتش اسرائیل دستور داشته در صف گرسنگان هر روز به طور مرتب عده‌ای رو بکشه و مستقیما تیراندازی کنه. و بعد هم میدونیم که چه بلایی بر سر این مردم فلسطین تو همین 1-2 سال آوردن و چه بلایی تو این 70 سال آوردن و دیگه هر چی بگیم از جنایت هایی که این دولت در حق این مردم کرده کم گفتیم. این یه طرفش اینه. خود طرف دیگه هم جمهوری اسلامیه که میدونیم 46 سال خون مردم رو تو شیشه کرده، 46 سال میکشه، ثروت های مملکت غارت میکنه، حاصل رنج و کارگران استثمار شده رو میریزه تو گلوی یک اژدهای به اسم پروژه اتمی ابلهانه و اینم در یک شبانه روز اینطوری این بلا بر سرش میاد و همه اون چیزی رو کرده نقشه برآب میشه. بنابراین در این رابطه موضوع روشنه. یعنی میخوام بگم که اینکه آیا مثلا بعضی‌ها میگن که خب اسرائیل شروع کرد به خاک وطن ما تجاوز کرد. کجا این وطن ماست؟ این وطن مال ما نیست و این وطن رو باید به دست بیاریم دوباره. وقتی این وطن ما شد، خب حالا مراجعه میکنیم ببینیم حقوق بین الملل چی میگه، کی تجاوزکاره و ببینیم چه کار میشه کرد. یعنی شما کاک ابراهیم، شما حمله اسرائیل به ایران رو محکوم نکردید؟ ما مخالف جنگ بودیم، ولی میدونید این ترم، ولی این حمله رو محکوم نکرد، یعنی اصلا از این عبارت استفاده نکرد. نه، از این عبارت استفاده نکردیم. منم علتش اینه که ما نمیایم درس حقوق بین الملل بدیم، که ما اینجا میبینیم از یک طرف اون دولت جنایتکاری که اون کارو میکنه و از طرف دیگه اینم که نیروهای نیابتیشو چندین سال به جون همون دولت اسرائیل انداخته. خب
می جنگن با هم دیگه. حالا جنگ این دفعه این شکل پیدا کرده، حالا این یکی حمله کرده، ولی 46 سال به اشکال پوشیده ادامه داره دیگه. اون نیروهای جاسوسی و خبرگیری و فلانشو میفرسته، دانشمندای اونو میکشه، ترور میکنه، فلان میکنه، اونم نیروهای نیابتیشو میندازه به چیز اون. در اقصا نقاط دنیا هم کارهای تروریستی برایشون انجام میده. اون مرکز آرژانتین. خب یعنی شما آیا فرصت طلایی میدیدید در این حمله اسرائیل برای اینکه جمهوری اسلامی برچیده بشه، فرو بپاشه؟ به هیچ وجه. به نظر من یعنی بدترین موقعیت برای فروپاشی جمهوری اسلامی گویا این بوده. اصلا این به نوعی به تحکیم جمهوری اسلامی کمک کرد. من فکر میکنم هیچ راه دیگری برای اینکه مردم ایران از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن جز مبارزه خود مردم وجود نداره. حالا من داشتم میگفتم سه طرف داره. یه طرف هم آمریکاست. دولت آمریکا هم این وسط نه برای کسی آزادی آورده نه برای کسی دموکراسی آورده در هیچ کجای دنیا. رفته تو افغانستان دخالت کرده، از توش طالبان در اومده. رفته تو لیبی دخالت کرده، این وضعیت پیش اومده که الان میبینید. توی سوریه میبینیم، توی عراق دیدیم، تو هر جای دنیا که اینا قدم گذاشتن یک ذره خیر و خوشی و آسودگی و آرامش و صلح برای مردم نیاوردن. بنابراین میخوام بگم که ترین بوبه یک سازمان چپ کمونیستی چرا بایستی بره ببینه، حالا ذره‌بین به ذره ببینه کدوم یکی اول شروع کرد، کدوم یکی بعدن شروع کرد، کدوم یکی مثلا در چه موقعیتی قرار داره. کار ما اینه که امر مبارزه سیاسی انقلابی طبقاتی تو کشورمون رو تو این شرایط به پیش ببریم و در این حال این آموزش هم به مردم بدیم که نتانیاهوی جنایتکار دل نبندن، به آمریکا و ترامپ امید نبندن و بفهمن که به هر حال اون هر قطره خونی از دونه فلسطینی میریزه در این حال یک خاریه که در تن هر ایرانی هم فرو میگیره. این آموزش رو باید به این مردم بدیم و این موضوع ماست حقیقتش. خب حالا که آتش بس شده، مبرمترین موضوع لحظه حاضر از نظر شما چی است؟ من فکر میکنم این پایان هر رسمی حالا آتش بس پایدار باشه یا نباشه حادثه خوبیه. چون ما همینو میخواستیم. ما میخواستیم که مطالبه ختم جنگ یک مطالبه عمومی مردم تبدیل بشه. حالا خودشون تموم کردن، احیانا تموم کردن، حالا خیلی هم نمیشه اعتماد کرد به اینا، به هیچ کدومشون، ولی در هر حال این حادثه خوبیه چون این فرصت پیدا میکنه از یک طرف برای مردم که اون جنبش‌های اجتماعی مطالباتی، اون اعتراضاتی که قبل از جنگ وجود داشتن دوباره پا بگیرن، دوباره رشد کنن و مردم دنبال تأمین شرایط بهتر برای زندگیشون برن و در این حال قدم به قدم هم خودشون آماده کنن برای اینکه روزی تمامی از شر این رژیم خلاص بشن. این به نظر من حادثه خوبی بود. حالا از یک نظرم ممکن اتفاقاتی هم بیفته که بعدم نیست اون اتفاقات، اونم اینه که در بالای رژیم اتفاقاتی بیفته. الان این شکستی که جمهوری اسلامی در این نبرد خورده، حالا هر جوری حساب کنیم، ولی به هر حال با این وضعیتی که پیدا کردن این به اصطلاح موقعیت رو با این ترکیب رهبری نمیتونن هضم کنن. مجبورن که یه جوری خودشون رو با این شرایط تطبیق بدن که بتونن مذاکره کنن، بتونن مصالحه کنن و با این که خامنه اینا همه اینا رو به مبنای ایدئولوژی و باورها و به یک مسئله ناموسی برای خودش تبدیل کرده بود، جور در نمیاد. بنابراین به نظر من داره زمینه آماده میشه نسل جدیدی از رهبرا در ایران بر سر کار بیان برای همین رژیم ها. و این مطلوب خود آمریکا و غرب و حتی اسرائیل هم به درجه‌ای هست. خب اگه این اتفاق بیفته یعنی توازن قوا بیشتر به نفع مردم عوض میشه و مردم مجال فرصت بیشتری پیدا میکنن. من میخوام بگم که از هر لحاظ که از هر زاویه که نگاه کنین پایان این جنگ رویداد مطلوبی. یعنی شما فکر میکردید که آمریکا و اسرائیل، البته تفاوتایی داره در مشی اونها و به خصوص آمریکا، مشی رژیم چنج رو دنبال نمی‌کردن. به نظر من دنبال نمی‌کنن. بدونید نه اینکه از جمهوری اسلامی خیلی خوششون میاد، ازش راضی هستن،
بلکه به این خاطر که اون هنوز اون بدیل مطلوب خودشون رو که بتونه کشوری مثل ایران رو در یک موقعیت ژئوپلیتیک حساسی که داره اداره کنه و به سرنوشت عراق و لیبی و اینا دچار نشه، خب احتیاج دارن به اینکه اون بدیل رو داشته باشن. اونا مطمئنا میدونن نه مجاهدین خلق، نه پهلویچی ها و سلطنت طلبایی که دل خوش کرده بودن از طریق بمبای آمریکایی فرود بیان توی جماران و قدرت به دست بگیرن، هیچ کدوم از اینا بدیل آلترناتیو مطلوب غرب نیستن. اون غرب الان در موقعیتی از خود آمریکا در موقعیتی است که به قدرتی در ایران احتیاج داره که بتونه انسجام این کشور رو نگه داره تا بتونه اون چهارراه نفت بر دوام باشه، تا بتونه اون به اصطلاح موقعیت حساسی که جمهوری اسلامی داره، اون ایران داره، اون موقعیت حساسی که ایران داره این حفظ بشه. اینا با این بازی نمی‌کنن. نه فقط ترامپ، قبل از اونم، قبلترش اونم همش دغدغه‌ش این بود. به همون اندازه که جمهوری اسلامی دغدغه سرنگونی داره، به شما اطمینان میدم خود آمریکا هم همین دغدغه رو داره. همین دغدغه رو داره که مبادا از دستشون در بره اشتباهاتی که مثلا در جایی که کردن، مثلا تو عراق کردن، حتی تو افغانستان، اینجا تکرار بشه. چون ایران با این کشورها قابل مقایسه نیست به خاطر موقعیت حساسی که داره. بله. آیا من یک خبری دیدم که اخیراً نشستی به شما داشتین به اتفاق 6 جریان دیگه کردستان، روژهلات شرق کردستان، اینجوری در سایت ها دیدم که منتشر شده و شما هم در این شرکت کرده بودید. ترکیب شرکت کنندگان خب همه احزاب و سازمانایی هستند که در کردستان فعالیت میکنن. یکی دو تاشون جریانای انشابی از خود شما هستن، ولی مشی رو که اونها تعقیب میکنن، مثلا آقای عبدالله مهتدی در رابطه با همین جنگ موضعشون برادرم یه مقدار متفاوته با شما. اونا توی کریدورای کاخ سفید و کنگره آمریکا قدم میزدن در حینی که جنگ جریان داشته و بیشتر خودشون رو هماهنگ میکنن با اون. خب شما این نشست الان برگزار کردین به اتفاق اونها، با اونها بیشتر هماهنگ میکنید و همکاری میکنید یا با جریانای چپ دیگه که موضعی علیه جنگ داشتن، حمله اسرائیل رو به ایران محکوم کردن و خواستار توقف جنگ بودن و خواستای دیگه و همینطور خب میگفتن نه به جنگ، نه به اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی و تلاششون برای سرنگونی جمهوری اسلامی. فکر میکنید که این هماهنگ با موضع شما نسبت به جنگ شرکت در چنین نشستایی؟ ببینید من راجع به خود این نشست الان متاسفانه نمیتونم چیزی بگم، چون باعث یه چیز رسمی عرضه بشه تا من بتونم ادامه بدم و صحبت کنم. ولی در هر حال ولی به هر حال این مسئله نه به جنگ اخیر مربوط میشه و نه به مواضع اینا. این مسئله به یک نیازی مربوط میشه تو خود جامعه کردستان. اون نیاز چیه؟ اون نیاز اینه که ما نه الان ولی در مقطعی که توازن قوا به هم بخوره، شرایط دیگه سیاسی به وجود بیاد، دولت مرکزی ضعیفتر از اینا بشه یا به هر حال تحولات سیاسی دراماتیکی در منطقه انتخاب بیفته، ما اگر از حالا براش تدارک نبینیم و به فکرش نباشیم کردستان رو غرق خون خواهیم یافت. چرا؟ برای اینکه احزاب سیاسی متاسفانه همشون مسلحن، همشون هم خوب سازمان یافتن و همشون هم مدعی قدرت هم غیر از ما از بالای سر مردم. بنابراین چجوری میشه که این فاجعه‌ای که در راهه و ممکنه بر سر کردستان بیاد و در بخش‌های دیگه کردستان هم تجربه کردیم، چگونه میشه این رو غیر ممکن کرد یا هزینه بردار کرد یا از قبل برای مردم این آمادگی رو به وجود آورد که روبرو بشن با این اتفاقات. ما دیدیم جنگ‌های داخلی تو کردستان، دیدیم که جنبشی رو به محاق بردن. بنابراین هدف ما اینه که
یک فضای تلاش کنیم، یک فضای متمدنانه‌ای برای دیالوگ، برای گفتگو بر سر مسائلی که مربوط به این مردمه بین این احزاب وجود بیاد. چون همه ما اذعان داریم به این که کردستان یک جامعه تحزب یافته‌ایه. وقتی میگیم جامعه تحزب یافته‌ایه یعنی از احزاب مختلف تشکیل شده و این احزاب مختلف هر کدومشون بیشتر به نوبه خودشون یه پایگاه اجتماعی برای خودشون دارن. علاوه بر پایگاه اجتماعی سلاح هم در دست دارن، علاوه بر سلاح امکانات و پول و اینا هم دارن و همه اینا یک موقعیت حساسی میده. یک حزب مسئول که اینجا هست، این داره کار میکنه، باید بتونه راه خودشو در متن این پیچیدگی اوضاع پیدا کنه. با این مواضعی که دارن، یکی از اسرائیل دفاع میکنه، یکی نمیدونم تو شورای فلانه، یکی هم هر کسی تو یک موقعیتی از یکی میره امیدشو به اصلاح طلبا وصل کرده، یکی امید مذاکره با جمهوری اسلامی داره فردا، یکی با مجاهدین سر و سری داره. تو این اوضاع پیچیده یک سازمان کمونیستی که در بیان مردم نفوذ داره چگونه راه خودشو پیدا میکنه؟ این فقط با موضع‌گیری راه پیدا نمیشه، بلکه با سیاست گذاری راه پیدا میشه. یعنی باید سیاسی بود و سیاست مدارانه رفتار کرد تا این خطرات بالقوه‌ای که بر سر راه این جامعه قرار داره، این خطرات رو برطرف کنیم، خنثی کنیم. ما موظفیم این کارو بکنیم. ما به دنیا به این عرصه نیومدیم که از مواضعمون دفاع کنیم. ما اومدیم اینجا که از مردممون، از منافعشون و از آیندهشون دفاع کنیم. ما موظفیم از خطراتی که در راهشونه جلوگیری کنیم. این سطح همکاری، بله. سطح همکاری در این نشست، چون اون خبری که من خوندم اینگونه بود که قرار است یک پیشنویس تهیه بشه و یک شورای همکاری، یعنی این سطحش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی است یا نه یک ائتلاف سیاسی است؟ ببینید اون چیزی که ما خودمون میگیم اونو من میگم، من کاری ندارم، هر کسی انگیزه یا پیشنهادی داره. ما میگیم که برای اینکه این خطرات برطرف بشه قبل از هر چیز باید دیالوگ برقرار بشه. یعنی بایستی دیالوگ و گفتگو بین این احزاب برقرار بشه با زبان مناسبی که زبان جنگی نباشه، زبان زبری نباشه، در زبان متمدنانه‌ای باشه. مثل همه جای دنیا که میان تو تلویزیون با هم مناظره میکنن، با هم دیگه حرفای خیلی هم مثلا مخالفی با هم دیگه را دوباره میکنن، بعد میان تو قهوه خونه همون بغل با هم یه قهوه هم میخورن. بنابراین ما اون چیزی که در دنبالش هستیم تمدن در کردستان، چون جامعه کردستان به یک نقطه رسیده که شایسته اینه، جامعه‌ای که درش تونسته احزاب مختلف وجود بیاره با گرایش‌های مختلف و همه اینا رو بپذیره. و در نوروز امسال دیدیم همه اینا در کردستان اکسیون‌های عظیم نوروزی در 2 ماه که نوروز یه روزه برگزار کردن و بدون اینکه کسی بغل دستش بگه پشت چشم دبروست. این جامعه‌ای که به این درجه از تمدن رسیده، میخوام بگم که نبایستی اجازه بدیم که این احزاب از این پایین‌تر بیان از این سطح تمدن. بنابراین دیالوگ لازمه. اولین چیزش دیالوگه. و شما خوشبینید که این همکاری، چون قبلا هم از این نشست‌ها بوده، به جایی نرسیده؟ نه خوشبین نیستم، ولی واقع بینم و میخوام بگم که باید تلاش کنیم. نمیگم حتی موافق میشیم. مثلا فرض کن همین اطلاعاتی که شما الان عرضه کردین، خب از کجا در اومده؟ معلوم میشه که خیلی هم اون پابند نیستن به اون تعهداتش. معلوم میشه که امروز چیزی میگن، فردا ممکنه یه چیز دیگه. نه، من به نظر من فقط در یک صورت میشه آدم خوشبین باشه که یا امیدوار باشه که یک جنبش توده‌ای از پایین، جنبش مردمی، این جور به اصطلاح همکاری ها رو اجتناب ناپذیر کنه، ضروری کنه، وگرنه در تبعید و در شرایط فعلی با این وضع چیزی بیشتر از این چیزی که تا حالا بوده از توش در نمیاد به نظر من. خب آقای علیزاده، شما تاکتیکی که در برای کردستان دارید، آیا همین تاکتیک رو برای سراسر ایران هم دارید یا اونجا متفاوته؟ به نظر من برای سرتاسر ایران ضروری تر هم از این. متاسفانه چرا اونجا اقدامی نمی‌کنید؟ ایران اونقدر حزبیت یافته نیست.
یعنی این نیاز به این که گروه های مختلف، جریانات مختلف دیالوگ کنن، بحث کنن، جامعه متمدن رو، حالا هر تصوری داره از آینده، ولی با هم دیگه به بحث بذارن، این به مبنایی برای آموزش مردم تبدیل میشه. بنابراین اینجا هم اینطوریه. یعنی مسئله این نیست که ما بر اساس تفاوت ایدئولوژیک با این رفتار کنیم. ما نگاه میکنیم، مثلا فرض کن ما به جنبش ها مراجعه میکنیم در سطح ایران. تو جنبش کارگری گرایش های مختلف وجود داره. مطمئنا حتما تو کارگران چند تایی پیدا میشن، ممکنه مثلا دلی در گروه مجاهدین خلق داشته باشن یا فلان کسی دیگه، یا مثلا تو همین جنبش بازنشستگان، جنبش پرستاران، جنبش دادخواهان، اینا جنبش های اجتماعی مترقی هستن که اساسشون چپه، ولی در درون این جامعه کل جامعه رو به هم پیوند دادن. یعنی یک سیمای اجتماعی با همه گرایشات خودشون نشون میدن. بنابراین به نظر من اصل این که دیالوگ کنیم بر سر منافع مردم، سازش نکنیم و سعی کنیم از کمترین، از بی‌ضررترین راه با کمترین هزینه بیشترین دستاورد به دست بیاریم، این برای همه ایران ضروریه. ولی الان تو کردستان امکان تلاش کردن براش ممکنه، میشه تصور کرد، میشه تلاش کرد، ولی در سطح ایران خورده متاسفانه مشکله. خب با سایر جریان‌های چپ در ایران شما با اونا هم دیالوگ دارید، یا اگر این دیالوگ پا نمیگیره یا کمه، از اون ور هست که اونها پس میزنن یا شما پس میزنید؟ ببینید، به نظر من در مورد چپ، جنبش چپ در ایران دو تا عرصه رو باید کاملا از هم تفکیک کرد. یعنی از لحاظ نظری کاملا جدا هستن، از عملی هم جدا هستن. این جنبش چپی که در داخل وجود داره، خودشو در شعار زن، زندگی، آزادی متجلی کرد، در جنبش کارگری، جنبش دادخواهان، پرستاران و غیره و غیره هر روز ما میبینیم و این ماهیت چپ داره و در درون خودش هم آدمای با انگیزه های چپ و رادیکال و سوسیالیست هم پرورش داده. این اونجاست. یه چپ در تبعید هم داریم که دستش از این جامعه بریده و دلخوشیش به موضع‌گیری‌هاشه. خوبه، البته دلخوشیش به اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌هایی که میده خوبه، این هیچ ایرادی نداره، ولی اگه تصور کنه با صدور اطلاعیه‌ها، با موضع‌گیری‌ها داره معجزه‌ای به نفع اون انجام میده، در اشتباهه. بنابراین کاری که ما میکنیم اینه که، کاری که ما باید بکنیم اینه که با این همین حد اقلی هم که در خارج کشور وجود داره، با همین حد اقل هم باید کار کرد، باید راه افتاد، چون بالاخره جامعه ما تنوعی داره. همین اینا از ممکنه در شرایط سیاسی ویژه‌ای که فضای سیاسی باز بشه، همین سازمان هم برن اونجا مثل دفتر و دستکشون رو اعلام کنن. بنابراین این تناقض هم باید تخفیف داد. ما اینجا هم بله سعی میکنیم، تو کنگره پلنوم اخیرمون هم 7 تا سازمان اسم بردیم. این 6 تا گروه که سازمان‌های چپ هستن اینا رو اسم بردیم. سازمان رای کارگر که با هم کاری داریم با هم دیگه، حزب کمونیست کارگری هم حتی آوردیم این میان و این یه مجموعه‌ایه که میدونیم طیفیان، درونشون اختلافات، تفاوت‌های زیادی وجود داره، مواضعشون اشکالات جدی داره خیلی هاشون، ولی فکر کردیم باید تلاش کرد که این حداقلی رو هم که در خارج کشور میشه فعال کرد و از این طریق مثلا یک تریبونی درست کرد که بتونه این مبارزات در داخل کشور تحت تاثیر قرار بده، از اینم کوتاهی نکنیم. ولی امید ما به این سازمان‌ها و به این احزاب و این تلاشامون، امید اساسیمون به این نیست. امید اساسیمون اینه در متن جنبش زن، زندگی، آزادی و جنبش‌های مترقی که الان در داخل وجود داره، یک احزاب جدید، حزب جدید کمونیستی، احزاب جدید کمونیستی، نیروهای سوسیالیست مثلا رادیکال، اینا از دل این مبارزات بیرون بیان و این تکلیف. من پرسشم در واقع اینه آقای علیزاده که همین ابتکاراتی که شما برای جامعه کردستان انجام میدید برای دیالوگ و جلوگیری از جنگ همه با همه و جنگ داخلی و ممکنه فجایعی رو ایجاد بکنه، شما از الان دارین تدارک میبینید. خب از طرف دیگه شما یک بینش کمونیستی دارید، یه حزب کمونیستی هستید، ولی با بقیه جریان چپ چرا این دیالوگ رو فعال نمی کنید؟ پرسش هم این بود که از جانب اونا هست که پس داده میشه، از جانب شما، یعنی شما تو این زمینه هیچ اقدامی نمی کنید.
از جانب ما نیست. ما مثلا برای نمونه با هر دو شاخه راه کارگر رابط صمیمانه‌ای داریم و آماده ایم با هر نوع همکاری با اینا. با اون 6 گروهی که به عنوان با حتی رفقای سابق خودمونه که از ما جدا شدن، حالا همون اسمم انتخاب کردن، گفتم اینم پیشکششون عیب نداره، ولی بیایم با هم یه کار کنیم. تو ما سیاسی هستیم، ما آدمای سیاسی هستیم، ما برای تغییر این جامعه به میدان اومدیم. بنابراین از هر ظرفیتی ولو کوچکم باشه باید استفاده کنیم و هر توانایی هست که باید به کار بندازیم. بنابراین نه خیر از طرف ما نیست. ما با حزب کمونیست مارکسیست لنینیست میم با اونا حاضر به همکاری هستیم. با 6 گروهی که اون شورای همکاری وجود آوردن همکاری هستیم. با راه کارگری همکاری هستیم، آماده همکاری هستیم. با حزب کمونیست کارگری آماده همکاری هستیم. با همه این شاخه‌هایی که یه روزی از ما جدا شدن، حکمتیستا و غیره و غیره، با همه اینا، چون اینا رو در طیف چپ می‌بینیم. باور کنید این اختلافاتی که اینا با هم دیگه دارن فقط کارشناسا میتونن تشخیص بدن که این با اون چه فرقی داره، ولی مردم عادی همه اینا رو چپ میدونن. کاش که مثلا یک تلویزیون عمومی چپ داشتیم که همه در ارگان همه درش صحبت میکنن، یک مرکز و دفتر دستگی داشتیم که هر کس میخواست ببینه موضوع کمونیست‌ها چیه به اونجا زنگ بزنه. ایمیل. حالا شما این موردهای اختلاف و موانع این دیالوگ و همکاری نزدیکتر شدن، یک فضای بهاری ایجاد کردن رو چی میدونید؟ به نظر من غرق شدن در عقایدشون و دور شدن از جامعه و سیاست. من همه اونایی را که دست همکاری سیاسی رو پس میزنند همه اونا را غیر سیاسی میدونم. یعنی اونا به نظر من اونا به اصطلاح عاشق ایده هاشون هستن، اونا عاشق ایدئولوژی و باورهاشون شدن. اونا وظیفه خودشون خدمت به اون آرا و عقایدشونه. حالا آرا و عقایدشون خیلی محترمه، خیلی پیشرو رادیکال، مارکس اینو گفته، لنین اینو گفته، همه اینا خیلی محترمه، ولی همه اینا رو مارکس و لنین و غیره برای تغییر جامعه گفتن، برای سیاست، ازش سیاست نتیجه گیری کردن، اونو به میدان سیاست آوردن و در میدان سیاست هست که آدم بایستی خب با موانع روبرو میشه. اگر اونجا احساس کنی که نشستی با 6 تا گروه دیگه ایدئولوژی و باورت خدشه‌دار شده، یعنی اینکه بالاخره اعتماد به نفس تو از نسبت به باورت از دست دادی. بنابراین منظر من علت اصلی اینه که دور شدن به اصطلاح این سازمان از جامعه ایران و دوران تبعیدی طولانی مدت 48 ساله اینا رو به این حال در آورده. چرا ما نشدیم؟ به خاطر همین راهباریکی که به جامعه کردستان داریم، به خاطر همین اردوگاهایی که همه میگن برای چی اونجا نگه داشتید، که هر روز حداقل 20 40 50 تا خانواده از کردستان ایران میان اونجا مهمون ما میشن برمیگردن، جوونای میان اینجا. به خاطر اینکه شما این کنفرانس خارج گروهای چپ در چیزو دید در کلن، اگه یادتون باشه، غیر از ما، غیر از جریان ما، همه تمام سنشون از 70 بالا بود، همه اونایی که اونجا نشسته بودن. فقط جریان کمالیا، اونایی که به نوعی به کمالیا منتسب بودن، جوانای 20 ساله، 22 ساله، 24 ساله، 25 ساله. یعنی این که ما این رابطه رو با اون جامعهمون نگه داشتیم، برای همین هم از میتونیم راه حل سیاسی در پیش بگیریم. من فکر میکنم اونا هم بایستی از این به حال به نیروی تفکر، به نیروی تعقل، به تجربه از این خواب خرگوشی بیدار بشن و راه وارد شدن در عمق به اصطلاح اون رودخانه سیاست رو یاد بگیرن. بله. من پیش از این که شما از اردوگاه گفتین وضعیت کنونی رو بپرسم، آخرین پرسشم در رابطه با این نشست بپرسم، چون به هر حال مواضعی که بعضی از این جریانات دارن خیلی تعجب برانگیزه یا خیلی خاصه. مثلا حزب آزادی کردستان پاک که رهبرش آقای حسین یزدان پناهت اطلاعی دادن رسما از جنگ حمله اسرائیل به ایران دفاع کردن و طرف اسرائیل رو گرفتن. خب این خیلی خطرناکه که این توی یک نشست کسی این موضوع رو داشته باشه. خیلی هم علنی این موضوع رو دارن. خب میدونی ما رفتیم توی این نشست
رفتیم توی نشست که آموزشی به مردم بدیم و به مردم بگیم که چه موانعی هست بر سر راه رسیدن به توافق. چه موانعی؟ ما اونجا موانع رو دستبندی خواهیم کرد و کردیم تا حدودی. یکی از موانع اینه که شما نمیتونید با هر نیروی متحد بشید ولی خودشون تو جنبش کردستان سهیم بدونید، با هر شوونیستی، با هر مرتجعی در متحد بشید، با جمهوری اسلامی بری باش مذاکره کنی، بری تو این شرایط نمیشه. تو نمیشه از بالای سر مردم قدرت تقسیم کنی. حاکمیت مال مردمه، اینو میپذیرید یا نه؟ نمیشه تو دعوا و اختلافات داخلی به اسلحه متوسل بشید. همین 2 سال پیش شدید. نمیشه این کارا رو بکنید. میخوام بگم که این اونجا اون موانع بحث میشه. مسئله مذاکره با دشمن، مسئله متحدین سراسریتون کیه، مسئله تصوری که از دخالت خارجی دارید، نمیدونم، اینا همشون موانعی هستن که اگر این موانع برطرف نشن فقط یه چیز کارتونی ممکنه درست بشه که ما دنبال درست کردن این چیز کارتونی نیستیم. ما اولا امیدواریم درست بشه، حالا خوشبین یا بدبین به جای خودش، ولی اگر هم نشد اقلا مبنایی باشه برای آموزش و مردم بگن پس راه اتحاد این نیست اونه. مردمی که وحدت طلبن، مردمی که نوروز امسال رو به همه با هم برگزار کردن، این مردم، خب این مردم از ما یه چیزی میخوان که ما جواب بدیم. جوابش اینه که ما نیستیم که چسبیدیم به ایدئولوژی و باورمون و هیچ راهی برای وحدت باقی نذاشتیم و مواضع فلان حزب این مانعمونه. نه، عمل اون احزاب مانعمونه، عمل واقعی که به جنبش خود شما هم لطمه میزنه. این آموزش رو باید به مردم بدیم و این نمیشه جز با مشارکت. الان بحثا زیاد میشه در رابطه با ملیت‌های ساکن ایران که و راه‌حل‌هایی که ارائه میشه. حالا که این فرصت شد خیلی کوتاه اینا بپرسم تا برسم به اون پرسش پایانی راجع به موقعیت و وضعیتی که اکنون کمله داره و سایر احزاب کردستانی، چون هی جابجا شدن، هی فشار بوده اینا. شما نظرتون درباره حل مسئله ملی در ایران به خصوص در کردستان چی هست؟ یعنی چه راه حل‌هایی ارائه میدید؟ مسئله فدرالیسم رو طرح میکنید؟ چون در این حال بعضی شعارهای استقلال طلبانه میدن. تو این وسط موضع شما قبلا بارها گفتین، البته روشنه، چقدر این با مسئله همبستگی طبقاتی با کارگران در سراسر ایران گره خورده. توضیح مختصری در این رابطه بدید. من فکر میکنم که اگه مردم کرد بخوان از ستم ملی، نه مردم کرد، مردم بلوچ و بقیه ملت هم بخوان از ستم ملی رهایی پیدا کنن، باید متحدین پایدارتر و سرتاسری داشته باشن. اما متحد پایدار و سراسری وقتی پیدا میشه که تو هم بری از حقوقش دفاع کنی. یعنی اگه تو کردستان کسی از کارگرای نفت جنوب دفاع نکنه، چرا باید انتظار داشته باشه کارگر نفت جنوب از حق این سرنوشتشون دفاع کنه؟ اگر از حقوق زن در تهران دفاع نکنی، خب زنان چجوری بیان پای دفاع از جنبش کردستان؟ بنابراین میخوام بگم که مسئله اینه که بله، به هر درجه‌ای که جنبش کردستان از اون آرمان‌ها و برنامه و اهداف سراسری رهایی بخشش دور بشه، در واقع رهایی خودش رو عقب انداخته. حالا این ما فرموله کردیم، گفتیم که خب کردستان حق تعیین سرنوشت و در این حال اتحاد داوطلبانه. اتحاد داوطلبانه وقتی میسره که این مردم با همدیگه هم سرنوشت باشن، در مسائلی که با همدیگه هم سرنوشتن با همدیگه همکار و همسنگر باشن. این بحث ماست. بنابراین فکر نمی کنیم فدرالیسم، خودمختاری یا هر طرح دیگری، اینا ما باز گذاشتیم بذاریم فردا در یک انتخابات آزاد در یک محیط دموکراتیک مردم انتخاب خودشونو بکنن، ولی در این حال ما ترجیحمون اینه کارگرها و زحمتکشای کرد با کارگرها و زحمتکشای غیر کرد هم پیمان و هم سنگر باقی بمونن. این واقعیت راه رهاییشونه، هم از ستم طبقاتی تسهیل میکنه هم از ستم ملی. این جوهر اون چیزی که ما میگیم. بله، متشکرم. و پرسش پایانی
الان با توجه به این جابجایی ها و فشاری که بر روی اردوگاه‌های احزاب کردستانی بوده و چندین نوبت جابجا شدن و سفر آقای بارزانی به تهران و اونجا گفت بود که هیچ اجازه نمیدن که فعالیتی علیه جمهوری اسلامی در اونجا صورت بگیره، موقعیت اردوگاه شما چیه؟ آیا اردوگاه همچنان برقراره یا نه؟ ببینید، اولا اردوگاه بله برقراره و حالا یک جا و دو جا و این هستن به جای خودش، ولی برقراره و از این لحاظ تفاوت دراماتیک و اساسی نکرده نسبت به سالهای گذشته. تفاوت‌های پیش اومده بنا به مصلحت‌هایی، برای اینکه اوضاع مقدار آروم کنیم یک بس امتیازاتی ما دادیم، امتیازاتی هم گرفتیم، این به جای خودش، حالا خیلی جای بحث نیست. ولی به طور رسمی اون قراردادی امنیتی که بین ایران و عراق امضا شد و با نظارت حکومت اقلیمی کردستان هم امضا شده بود، اون قرارداد به طور رسمی هنوز سر جای خودشه، ولی طرفای امضا کننده قرارداد دیگه اونا نیستن. جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی 6 ماه قبل هم نیست، دولت عراق هم الان دولت عراق 6 ماه قبل هم نیست. اصلا توازن قوات خود منطقه یه جور دیگه به هم خورده. بنابراین یک بار دیگر بایستی همه این نیروها و این موقعیت ها رو به محک این شرایط جدید هم بزنیم، ببینیم چه پیش میاد. حالا شما چه امتیازاتی گرفتیم؟ اسلحه هامون رو تو خونه هامون داریم، تو خونه. مرسی، ممنون آقای علیزاده. خیلی ممنون، خسته نباشید.